اظهار نظر رئیس کمیته امنیت ملی قرقیزستان درباره بحث‌های مرزی با تاجیکستان به قول برخی تحلیلگران می‌تواند بیانگر وجود اختلاف‌های جدی در مذاکره‌های بین دو کشور باشد. قمچی بکتوشیف روز 15 سپتامبر گفت درباره تقسیم مرز با تاجیکستان حجت‌های نو یافتند و اگر به گفته‌اش دوشنبه از دعواهایش دست نکشد این سندها را به کار می‌برند. تاجیکستان به این گفته اعتراض کرد. درباره این بیانیه با چند کارشناس صحبت داشتیم و اول نظر نعمتالله میرسعیدов یک کارشناس تاجیک را پرسیدیم. اظهارات قمچیبک تاشیف بسیار شخصان رو در تعجب گذاشت، به خواطر مانند. زیرا رسانه‌ای کردن مسئله‌های مرز موافق عهدنامه دو جانبه لازم نبود. هرچی که جانب‌ها گفته میتوانند اونها امکانیت دارند که در پس میز گفته شنید گویند. حالا که تاشیف خودش رئیس کمیسیون مشترک بین حکومتی از جانب قرقیزستان می باشد و او همه امکانیت ها را دارد که عقیده خودش را به جانب تاجیکستان رساند. талант раззоқов таҳлилгари қирғиз ба радиои озодӣ гуфт агарчи байонияи қамчибек тошиев барои мардуми дохил равона шуда бештар мисли худнамоӣ садо додааст, боз ҳам метавонад ҳамчун мавзеи расмии қирғизистон қабул шавад. Даже для внутренней аудитории он сказал, он официальное лицо. حتی اگر برای مردم داخل گفته باشد او یک مقام رسمی است. هرچند او برای مخاطبان داخلی گفته است هم آن را شنیدند. شما و دیگرها همه آنهایی که به این موضوع توجه دارند شنیدند. از این رو این موضع است موضع‌گیری رسمی قرقیزستان است. به فکر من در آینده به خاطر پیشگیری از نزاع‌های خونین او چنین اظهارات داد. بی‌شبهه مردم ما از قدیم برادروار و در صلح زندگی کردند. در تاریخ ما در گذشته مناقشه‌ها و خونریزی نبود. ولی متاسفانه سالهای اخیر این حادثه ها رخ داد. اگر رهبران قاطعانه ولی دوستانه مسئله گذاری کنند بی‌شبهه راه حل پیدا می شود. به فکر من پیدا می شود. Доброжелательно друг другу можно найти общий язык. Я думаю, мы найдем. بروس پنیر تحلیلگری امور آسیای مرکزی در رادیو آزادی گفت که بیانیه سیاستمدار قرقیز به نفع مذاکرات دو کشور درباره تقسیم مرز نیست. تاشیوف تهدید کرد که ما در گذشته هم آن را شنیده بودیم، یعنی اینکه آنها خریطه‌ای دارند که در آن نشان می‌دهد که قسمی از تاجیکستان در گذشته زمین‌های قرقیزستان بوده است. ولی بی‌شبهه به زبان آوردن چنین سخن‌ها در روز دوم جلسه پرزیدنت‌ها و بعد آنکه پرزیدنت قرقیزستان پیش از وقت کشور و جلسه را ترک کرد، بیانگری آن است که جانب قرقیزستان از طرز مذاکره‌ها ناامید شده است. بی‌شبهه هیچ نتیجه خوبی از این تهدید تاشیوف بر نمی آید. این یک تهدید است که همه دعواهای خود را در مسائل مرزی کنار گذارید، وگرنه ما هم از پی دعوای قلمروهای تاجیکستان می شویم و هیچ راهی برای حل صلح‌آمیز مشکلات مرزی وجود ندارد. تاجیکستان و قرقیزستان از سال 2002 یعنی 21 سال است بر سر تعیین و نشانه‌گذاری مرز گفتگو دارند و در این مدت از 972 کیلومتر خط مرز 664 کیلومتر آن را مشخص کردند. نامعین ماندن خط سرحد هر سری چند وقت باعث به سر زدن مناقشه‌های خونین شده است. در مناقشه اخیر مرگبار در سرحد رسا یک سال پیش از دو طرف 10 کس کشته و صدها نفر زخمی شدند.